رسای آزادی بیان در افغانستان را نامردان شهید ساختند. یما سیاوش زاده سال 1366 خورشیدی در ولسوالی کوهستانی ولایت کاپیسا خبرنگار و چهره فرهنگی شناخته شده کشور بود که در میان همه افغانها از شهرت خاص برخوردار بود. او برادر بکتاش سیاوش، سیاستمدار جوان افغان که در دوره 16 مجلس نمایندگان به عنوان نماینده مردم کابل انتخاب شده بود. یما سیاوش تحصیلات متوسطه و عالیش را در سال 1385 از لیسه عالی عبدالهادی داوی به پایان رسانید. او کار خبرنگاری را ابتدا با نشریه نونهالان شروع کرد و مدتی نیز با تلویزیون طلوع همکاری کرد و خبرهای ساعت 10 و برنامه کنکاش و فراخبر را گردانندگی می نمود که با بحث‌های جنجال برانگیز برنامه‌های او بیننده‌های زیادی داشت. او پس از برنامه روی معادی دنده غوری با مصاحبه با گلاب منگل بر اثر فشار مقامات حکومتی بالای تلویزیون طلوع از وظیفه‌اش سبکدوش شد و این باعث شد که این صدای رسای آزادی بیان به حاشیه برود و پس از این برنامه او نیز به تهدیدهای نیز مواجه شد که پس از آن به کشور هند سفر نمود و از دانشگاه بین المللی نویدای هندوستان ماستریش را در رشته علوم سیاسی به دست آورد. او فقط 1 سال می شد به کابل برگشته بود و مصروف فعالیت‌های فرهنگی بود که سرانجام ساعت 7:45 صبح روز شنبه 7 نوامبر سال 2020 در ناحیه 9 شهر کابل در مکروریان 4 در کنار خانه‌اش بر اثر ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موتورش جام شهادت نوشید. او رفت اما نام و یادش همیشه جاودان خواهد ماند. روحت شاد. صدای رسای آزادی بیان.